تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبکه فکرهای اسلامی تمام مسلمانان جهان خصوصا مردم تاجیکستان را با فرارسی عید قربان تبریک و تهنیت میگوید. بگذار در این عید مبارک قلبهایتان از خوشی، برکات و حلاوت ایمان پر گردد. از الله خواهانیم تا شما را تنها نگذارد و روشنایی راه درست برای شما باشد، زیرا او مددگاری یگانه برای بندگانش است. امیدواریم با فرارسی این عید مبارک مسلمانان به روشنایی که الله به ما نشان داده است برآیند و درباره مقصد حیات خود تفکر کنند، زیرا قرآن برای خیرتمندان عبرت هاست. عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک.